تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتومیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 26. بانک امیدوار بود که پدرش روزی به سراغ او می آید و از این ستمخانه نجات می دهد. ولی سالها گذشتند و از پدرش درکی نشد. او شبها در اختخانه زینی را زیر سر گذاشته خواب می رفت. شبی نبود که پدر، مادر و خواهران و برادرش را یاد نکرده از دوری آنها خون جگر نشود. سال 5 با حالش خو گرفت. جای محبت را در دلش به تدریج نفرت اشغال نمود. احساس آن که پدرش او را، فرزند خونی خیش را فروخت و دیگر سراغ و پی نکرد، نازکترین تارهای جانش را می سوزاند، جگرش را ریش ریش می کرد. اگر باری به دیدن او می آمد، مهربان شاه مطمئن می شد که پدر او را از ناعلاجی فروخته است. این بخشیدنی بود و بانک حتی سرفرازی هم کرده می توانست که به شرافت او اهل خانوادهش از مرگ نجات یافته است. اما چون فروختند و فراموشش کردند، این بجز فروختن معنای دیگری داشتن نمی توانست. آسفا، دریغا، دردا. اسب سرش را تکان داده اول حرس صدای برآورد و باز چراغ پایه شد. بانک به زور خود را از سرازیر گشتن نگاه داشت. جانور خنبید و پا کوفت. بانک پیاده شد و در روشنی مهتاب پایهای جانور را از نظر گذراند. 2 نعل پیشش بیجا شده بود. بانک ترسید. از آن ترسید که کدام مخلوق غیبی نمی ماند اسب حرکت کند. آخر استور نمی توانست که 3 نعل را نادرست بکوبد. نه، در اینجا البته سر نهان است. پیمانه عمر محبت خان پر شد. این اندیشه برقوار دلش را سوراخ کرده گذشت. تمام، خدا جان او را می گیرد. بانک این 2 نعل را هم برکند و به کولبار انداخت و 2 دل شد. بازگردد یا راهش را دوام بدهد. برگردد، دیوان بگی قبرش را می کند. پیش رود، هراس داشت مخلوق ناپیدایی که نعلهای اسبش را کند، کله او را هم بازی به بازی می کند. نعل پای چپ قفا استوار بود. بانک آن را با دقت معاینه کرد. نعل نقصی نداشت. بانک با تعجب سر جنباند و پای اسب را سر داد. بسیار می خواست دعای خواند و دلش را قوت بخشد، اما بغیر از بسم الله الرحمن الرحیم دیگر چیزی نمی دانست. چند بار این عباره را به زبان آورده و 4 طرف پف کرد. دلش اندک تسکین یافت. ماه به پشت قله خمیدن داشت. شب تاریکتر، ستاره ها بسیارتر و پرنورتر می گشتند. بانک سوار شده باز به راه افتاد. دشت کرنگ سر شد و اسب به راه هموار درآمد. چون همگی 1 نعل داشت، آن را دواندن ممکن نبود. در این سنگستان سمهایش زود سوده می شدند. بانک اسب را به اختیار خودش گذاشت. حتی لجام را به قاش زین بست و به دریای خیالات غوطه‌ور گشت. از جنبان گاهوارسان اسب خواب بر او غلبه کرد. قریب تمام خدمتگاران دربار همدیهگان او بودند. در زمان سلطنتش عبدالرحیم خان از خوف 1 باره 40 کس را با خود به بحر پنجه آورده خدمتگار دربار کرد. شاه را سادگی و صداقت خوفیان به چنین تصمیم واداشت. وقتی که 1 خوفی پیر و کارناآمد می شد، او را رخصت می دادند و به جای او خوفی جوان را به قلعه می آوردند. بانک را وقتی به بحر پنجه آوردند که شاه شغنان برادر بزرگ عبدالرحیم خان عبدالعزیز خان بود. 2 سال خدمت او را کرد که عبدالرحیم خان از بدخشان با لشکر گران رسیده برادرش را از تخت افکند و جای او را گرفت. عبدالرحیم خان 23 سال حکم راند. عمر جوان بانک در دوره او خزان شد. آرزو کرد که زن بگیرد، فرزنددار شود. اولا تهی دستی، ثانیاً بیکسی صد راهش گشتند. همدیارانش نخست خبر مرگ مادر، پس از چند سال خبر وفات پدرش را آوردند.
بعدها دانست که خواهرانش شوهر کرده، برادرش هم کدخدا شده است. اولها بسیار می‌خواست که بار به زادگاهش رفته فرزندان والدینش را بیند، اما با مرور وقت آتش رغبتش پست گردید. در دلش به آنها ذره مهر نماند. حتی نام اصلیش مهربان از خاطرش زدوده شد و به شکل کوتاه آن بانک عادت کرد. همدیارانش از اهل خانواده یا خویش و تبارش خبری رسانند برایش دیگری فرق نداشت که آنها درباره برادرش گپ میزنند یا از باب گاو گمشده عبدالرحیم خان. آب که از سر گذشت، چه یک گاز و چه 100 گاز. مرغ دل بانک مرد. دیگر نه آرزوی زن گرفتن در قلبش ماند، نه هوس فرزند. سالهای دراز از عاقل به اختخانه، از اختخانه به کهدان، از کهدان به لب دریا، از لب دریا به آشخانه، از آشخانه به باغ، از باغ به میدان، از میدان به باردان، مثل ماکو می رفت و می آمد و می رفت. از سرای سنگ به بحر پنجه می دوید و از بحر پنجه به سرای سنگ. به حجره های داخلی راه نداشت. تنها به گرمابه اجازهش می دادند، آن هم برای کشاندن آب. تمام. همین بود پاره دنیایی که بانک در آن رنج می کشید. این بعدها اتفاق افتاد که عبدالرحیم خان او را 4 مرتبه برای نگاه و بین ستور با خود به فیض‌آباد برد و او عالم فراخ را دید. یک بار دیگر در رکاب یوسف علی خان به فیض‌آباد رفته بود. اسب خوسید و 2-3 بار جست و خیز زد. بانک که غرق مرور زندگی تلخ خود نیم خواب و نیم بیدار روی زین می نشست، پاریکاب سرازیر گشت. اسب گویا برای افتاندن سوارش چنین کرده باشد آرام گرفت. بانک با مشقت پای درمانده‌اش را از رکاب برآورد و به مدار روی زمین دراز کشید. پایش درد یافت، دلش زد، نفسش تنگ شد. او سوار ورزیده بود. سرکشترین ستور زیر پای او رام می گشت. در عمرش بار نه از اسب افتاده بود، نه از خچیر، نه از خر. واهمه زیرش کرد. دست و پایش کرخ شد. قریب نیم ساعت روی بر آسمان بامدره بی یاد و بی اندیشه ستاره‌زار بیکران را تماشا میکرد. آنقدر گیج و گرنگ بود که به چه کار برآمدن و در کجا بودن هم از یادش رفت. آسمان صاف گویا زر و زیوری از بیشمار هم بیشمارتر را به سرش پاش دادن میخواست. بناگاه ستاره زرد رنگ که راست در بالای سرش قرار داشت چند بار جنبید و به حرکت درآمد. اول آهسته لغزید، بعد سرعت گرفته دم دراز سوزنده پیدا کرد و با شتاب به یک کنج آسمان پرید و به نقطه تبدیل یافته ناپدید گشت. دل بانک شوخی کرد و گوش چپش زنگ زد. او به خود آمد و از جایش پرید و پای اسب را از نظر گذراند. نعل 4م هم افتاده بود. پشت بانک به جراح زد. گریه اش آمد. اشک به اختیار از چشمانش جوش زده ریخت. فغان کشید، نالید، پیشانی بر زمین کوفت، مشتانش را گره کرد و به سرش زد. چه ناآمده این چه بلایی بود که به سرش آمد. کار آمد نکردنی باشد، نعل‌های اسب هم می ریختند. خداوند یقینا جان محبت خان را گرفتنی است. یکنون کسی و چیز پیش راه مرگش را گرفتن نمی تواند. نه مال، نه پول، نه تاج، نه تخت، نه زن، نه کنیز. بانک گرگوار ساعت سوی آسمان پراختر نوله کشید و آخرین نعل افتاده را به کولبارش انداخته سوار شد. نه، او ولی نعمت خود را از دست دادنی نیست. هنوز که امید باقی است باید شتاب کرد. به محبت خان بانک دیگر نه کسی است و نه خسی. اگر جان او داروی محبت خان می بود بدون اندیشه قربانش می کرد. ولی افسوس این جان لعنت شده که عمر برای بانک لازم نبود در چنین روز سیاه به محبت خان هم کار نمی دهد. اسب سمهایش سوده و زخمی شده به سستی راه می پیمود. بانک به تنگ آمده جانور را مهمیز می زد. حتی روی زین کون می کوفت ولی مراد حاصل نمی شد. روی شب سفید شدن داشت. ستاره ها چون چراغان خیره‌سوز یک یک خاموش می شدند. بامدره هم پشت سرمان. تا فیض‌آباد همگی 2.5 فرسنگ راه است. ولی اسب داد از این اسب و از حرکت سنگ پشتوار آن. میخواست پای در هم قمچینش بزند اما میترسید که یکی زوم کند و بیستد. آنگاه چی کار میکند؟ قهر بد زیان بد گفتند. بانک 0.5 فرسنگ هم پیاده گشته نمیتواند. پیری بر 7 اندام او
غلبه کرده است. پاهایش کم مجال شدند، دم کوتاهی هم دارد. القصه از اسب بینال مانده خود یگان برتری ندارد. آه افسوس صد دریغ، در عمرش یک بار نجات جان شاه شغنان را به او باور کردند، اما از فرط ناشدی از عهده این وظیفه نبرآمد. تاریخ نمی بخشد. از آغاز حیاتش خنک دست و خنک لینگ و خنک روی بود. همین طور ماند، همین طور به گور خنک می رود. طالع سوخته و بیبرار، شوم قدم و نحسیت بود، ماند. اگر اندکی طالع می داشت، مگر در 60 سال زندگی لحظه تن گرمی زن را لمس نمی کرد؟ مگر بار عاشق نمی شد؟ مگر کنیز فرتوت پسمانده عبدالرحیم خان به او می رسید؟ گیرد سپاس بی قیاس به محبت خان که او را آدم شمرد و چنین زنی را برایش هدیه کرد. ولی کو رغبت مردی و کجاست اندیشه همخانگی با زن؟ همین کار را عبدالرحیم خان می کرد، درست می آمد. آن وقت بانک جوان بود و کارآمد، ولی عبدالرحیم خان خود از زن سیر نمی شد. هر هفته زن و کنیز عوض می کرد. خیلی بدرشک و زن دوست بود، اما زنان پدرش را مادر می دانست. در عمر سرش بانک همگی یک دوست نزدیک داشت که سگش بود. این سگ را او از 2 ماهگی پرورش کرد. وی 16 سال و 3 ماه و 12 روز عمر دید و یک روز سرد زمستان در بالای پوستک خود در پهلوی بانک جان داد. با هزار غصه و علم گورش کرد و دیگر یکه و تنها ماند. بانک احساس خستگی کرد، تشنه هم ماند. اسب بزور پای می برداشت. در پیش سرای نمایان شد. شغنی سرای خرسندانه خطاب کرد بانک و اسب را جانب امارت راند. او در این منزل 2 بار فرامده همراه کاروان شاه یک روزی مانده بود. در گرد و نواحی سرای هر جا مسافران روی زمین نشسته صبحانه می خوردند. بانک را پسر سرایدار پیشواز گرفت. برابر پیاده شدن آب پرسید. جوان زود در کوزشه آب آورد. بانک حریصانه نوش جانش کرد و کوزه را به پسرک داد. خدا میوه عمرت را سیراب گرداند پسر، دعا کرد بانک و افزود. به من اسب لازم. دم نمیگیری عمک؟ پرسید جوان. خیلی لکات می نمایی. می خواهم ولی وقت ندارم. باید هر چه زودتر به فیض‌آباد رسم. چه سواری داشته باشی بیار. پول ندارم، لیکن نیکی شاه به تو می رسد. من چاپار او هستم. کمی دم گیر عمک، من زود می آیم، گفت جوان و شتابان رفت. بعد 10 دقیقه جوان خشیر با قوتی را با زین و ابزارش به اختیار بانک گذاشت. او در حال سوار شد و گفت اسب مرا آب و جو ده. وی به این زودی راه گشته نمی تواند. اگر شاه به من اسب داد خوب، نداد خشیرت را می گیرم و اسب را به تو می مانم. جوان با علامت رضا سر جنباند. بانک خشیر را چارخیز دواند و نماز عصر نزد دروازه قلعه شاه بدخشان پیاده شد. 2 پاسبان مسلح راهش را گرفتند. کیستی؟ از کجا می آیی؟ قریب برابر پرسیدند آنها. من بانک چاپار شاه شغنانم. چی کار داری؟ از شاه شغنان به شاهنشاه پیغام مهمی دارم. بگو رسانم. نه، مخفی است. من باید هر چه زودتر خود شاه را بینم. پاسبانان او را به حولی در آورده یکی اشان جانبی دربار دوید. وقتی پاسبان خبر اجازه ورود را آورد، بانک گویا بال و پر برآورده باشد جانب کوشک شاه دوید. او را خادم جامه و سله سفید پوش پیشواز گرفت و نام و شغلش را پرسیده به نزد جهاندار شاه در آورد. در آمدن زمان بانک خود را پیش پای شاه به زمین افکند و ناله‌ای در دلش گره خورده را سر داد. شاه ما روسیاه شدیم. شاه محبت خان در دم مرگ است. جهاندار شاه با شنیدن این خبر برخاست و پرسید با او چی شد؟ کسی زهر خوراند شاهنشاهم. مرا برای پادزهر به نزدت فرستادند. یاری ده که شغنان تباه می شود. حادثه کی رخ داد؟ پرسید شاه این بار آرامانه. دیروز وقت آفتاب پر. اگر مردنی باشد مرد، گفت جهاندار شاه. نخود برای پادزهر اینقدر به فرجه حرکت کنی؟ هر 4 نال اسبم افتاد شاهم. گریه آلود غنگاس زد بانک. بزور چی طور؟ ناباورانه برویش نگاه کرد شاه. شمشیرت مرا 2 قلم کند شاهم اگر دروغ گویم، گفت بانک. در عمرم ندیدم که نعل اسب به یگان سبب بکند. روز نومیدی چه آید آشنا دشمن شود، گفت شاه مثل کدام شعر را به خاطر آورده. باور میکنم. تو دمگیر، من میفرمایم که پادزهر حاضر کنند. شاهم فرصت دمگیری ندارم، جانم تنگی میکند. جهاندار شاه کف به هم زد.
مرد سفید پوش حاضر شد. این مرد را به باغ ببر و غذا ده. طبیب را بگو که پادزهر بگیرد و نزد من بیاید. وقتی بانک را به باغ بردند، پاسبان دروازه خبر آورد که یوسف علی خان از شاهنشاه بار می‌خواهد. جهاندار شاه اجازت داد و پس از فرصت یوسف علی خان با مرد مسافرنمای به بارگاه درآمد. جهاندار شاه یوسف علی خان را کنار گرفت و در بر خود شناند. مرد ناشناس سلام داد و راست ایستاد. از رفتارش معلوم که این مرد شغلی است. گفت جهاندار شاه: آره شاهم، این قوم عادت تواضع ندارند. خجالت آمیز لب اینج کرد یوسف علی خان: خونشون همین خیل، چی کنم؟ جهاندار شاه مرد شغلی را با دقت از نظر گذراند و پرسید: نامت چیست؟ سیاهسر. عجب نامه. لبخند زد و گفت جهاندار شاه: البته خبر مرگ محبت خان را آوردی. یوسف علی خان از آگاهی جهاندار شاه تعجب کرد و پرسید: شاه هم از کجا می‌داند؟ ساعت پیش چلیمدار محبت خان آمده بود. بانک مگر رسیده است؟ پرسید سیاهسر. ما خیال کردیم که او یا مرد یا گریخت. خداوند امانتش را گرفتن خواهد، یگان تدبیر کار نمی‌دهد. گفت جهاندار شاه: هر 4 نعل اسبش افتاده است. سیاهسر گریبان داشت. یوسف علی خان با حیرت سر جنباند. برای همین هرچه زود اساس و پلاس و سپاه و ایالت را آماده کن و فردا به راه درآ. امر کرد شاهنشاه. جهاندار شاه این امر را در حال به زبان آورد که به جای یوسف علی خان چشمش جانب سیاهسر بود. سیاهسر خود را ناهنجار حس کرد و گفت: شاهم، من یگان سپاه و پلاس ندارم. جهاندار شاه از تحت دل خندید. یوسف علی خان خود را نگاه داشت. سیاهسر چی کردنش را ندانسته سرخ شد. مرد عجیبی بوده ای سیاهسر، گفت پس از پس شدن خنده شاهنشاه. پروا نکن، یوسف علی خان برای زحمتت به تو عمل میدهد. به چشم شاهم، گفت یوسف علی خان. اجازه بده بروم. بله سر جنبان شاهنشاه. پس از نماز خفتن بیا مشورت بکنیم. چلیمدار برادرت را هم ببر. او در کجاست؟ در باغ. تمامش فرمودم. یوسف علی خان برخاست، تعظیم میکرد و با سیاهسر از حضور جهاندار شاه برآمد. وقتی بانک یوسف علی خان و سیاهسر جاسوس را دید که به سوی او میآیند، گریختن خواست، لیکن از غایت ترس یا کوفت سفر پایهایش یاری نکردند. حتی وقتی یوسف علی خان به سر او آمد نتوانست به پا راست شود. زبانش گرفت و سلام هم داده نتوانست. یوسف علی خان حال زار بانک را دقیقه تماشا کرد و سپس بر رویش تف انداخته رفت. سیاهسر هم جانب او تیغ کشیده نگاهی کرد و دنباله شاه را گرفت. سر بانک چرخ زد. دنیا در نظرش تاریک شد. پشیمانی و مرگ. سه تنگه طلای بخارایی و 63 روپیه هندی چند بار از کف به کف دیگر گذشتند. مثل که آب گرم را از پیاله به پیاله پی می‌کرده باشد، اسحاق پولهای باقی مانده‌اش را کفگردان فکر می‌کرد که به آنها چی خرد. اسبش را یوسف علی خان ترکه کرد. لااقل خری باید بخرد، زیرا راه دراز پرمشقت جانب شغنان را پیاده طی کردن نمی‌تواند. نفسش می‌گرفت، دلش گاهی سیخ می‌زد، دست چپش وزنین و کرخ می‌شد. با چنین سلامتی پیاده گشتن خودکشی است. برای زن و فرزندانش هم باید دستاویز برد. اگر 3 تنگه بخارایی و نصف روپیه ها برای خرید صرف شوند، 25-30 روپیه در دستش باقی می‌ماند. با این پول نه تنها به شغنان بلکه به فرغانه هم سفر کردن ممکن است. آقسخال به بازار پرمغل فیض‌آباد درآمد. تاجران و خریداران گوناگون زبان و گوناگون طایفه زور زده به پارسی هر یک مال خود را تعریف می‌کردند. آنقدر مغل و هنگامه برپا بود که گوش‌های اسحاق قلف زدند. از بس که تاب و طاقت چرخ زدن تمام بازار را نداشت، بعد تماشای 15-20 دکان مال لازمیش را خریده به رسته حیوان فروشی درآمد. از مرد لاغرندام یک دسته به 1.5 تنگه یک خر سفید فربه را با ابزارش خریده، مال و کالایش را به آن بار کرد و خود نیز سوار شده به سفر برآمد. خر جانور به قوت چالاکی برآمد. اسحاق سرعت گشت را به اختیار جانور گذاشته راه شیوه را پیش گرفت.
نخستین فکری که مشغولش می داشت رسیدن به دیدار نوخانه‌داران سبزقدم و سبزگل بود. اسحاق آنها را با خود به شغنان بردن می خواست. اگر شاه به آنها تعدی کند به هر بهایی که باشد او زیر حمایه اشان می گیرد. بسیار می خواست لااقل همین دو نوجوان در حکم گل و مست شربت وصال همدیگر را از چنگ ظالمان نجات دهد. از آنکه نقشه رها کردن بندیان را در فیض‌آباد یوسف علی خان ویران کرد، اسحاق درون می سوخت. از باران گریخته مناودان دچار شد. آقسخال هیچ گمان نداشت که وی به چنین بیداد دست می زند. اگر این دو برادر دشمن جان یکدیگر باشند پس می بایست یوسف علی خان به اسیران محبت خان کار نمی گرفت. اما او آنها را نه فقط آزاد نکرد بلکه موافق طبعش نرخ مانده به فروش گذاشت. بله، آداب و رفتار این طایفه به بسیار قانون و قاعده های زندگی انسان عادی راست نمی آیند. اینها چپه می اندیشند، چپه رفتار می کنند، گپ مردم را چپه می فهمند. حتی اسحاق بر این منصبدار سابقه دار منطق رفتار آنها را پیش بینی کرده نمی تواند. وی خود را در نزد همدیارانش روسیا و شرمسار احساس می کرد. پایش نمی کشید که به شغنان برگردد. فکر خودکشی در سرش چرخ می زد. ولی یک حدیث پیامبر که در کودکیش از بر کرده بود سد راهش می گشت. مبادا چون شدت روی آورد تمنای مرگ کنی. اسحاق نمی خواست در آن دنیا در آتش دوزخ سوزد و خداوند به سویش دست مدد دراز نکند. از این رو در رویش 1000 لخشه سوزد هم باید به وطن برگردد و از آنچه یوسف علی خان با او کرد محبت خان را آگاه سازد. به همدیارانش نیز با زبان خودش و در شاهدی سبزقدم و سبزگل سرگذشت اسیران را قصه کردن می‌خواست و دیگر هرچی شاه روا داند با او همان بکند و هر جزایی را که خلقش به او بدهد. با همین اندیشه های گران اسحاق به شغنی سرای رسید. گشت روز بود. تصمیم گرفت که اگر نوخانه‌داران را پیدا کند شب را در اینجا می‌گذراند. اگر آنها نباشند راهش را دوام می‌دهد. سرایدار شناس او را با خوشنودی استقبال کرد و اسحاق هنوز به پرسش لب نگشاده چنین خبر داد: آنهایی که به من امانت گذاشتی در حجره می باشند. و سر جنبانده با خنده گفت: چنان مست همدیگرند که بیرون هم نمی برایند. دل اسحاق فرح یافت. چشمانش روشن شدند. برگ و پایش نیروی تازه دوید. در حجره نوخانه‌داران را تق زد. در را عروس باز کرد و اسحاق را دیده با ندای پدر جان خود را به آغوش او انداخت. داماد هم اسحاق را دید و خود را به گردنش آویخت. ساعت پس سرایدار کباب و چپاتی آورده به دستارخوان گذاشت و گفت: امشب شما مهمان منید، چیز دلتان خواست بفرمایید. اسحاق گفت: کاش تمام انسانها مثل خودت می بودند. چه مرد نجیبی برادر. سرایدار تعظیم کرد و گفت: اندوال اجداد من هم در اصل شغنیان. بابایم از شغنان با کاروان آمده در همین موضع مبتلای بیماری می گردد. مجبور می شوند که او را به مسجد دیهه سپرده روند. به مهربانی الله تعالی شفا می یابد و چون مرد سیرغیرت کاردان بوده است برای کاروانیان همین سرای را بنا می کند. به خاطر آنکه در اینجا اولها فقط کاروانهای شغنان می ایستادند خلق به آن شغنی سرای نام نهاد. آنها تا دیرگاه صحبت کردند. وقتی که اسحاق از نیت همراه خود به وطن بردنشان گپ گشاد، زن و شوهر از خرسندی به مثل کودکان پرپرک زدند. تنتنه خوشبختی آنها دلی از زندگی سردگشته اسحاق را گرم کرد. او برایشان شب خوش آرزو نمود و به حجره خود در آمده در تمام طول این سفر بی‌برار و پرحادثه نخستین بار آسوده سر به بالین گذاشت. روز دیگر صبح بروقت با سرایدار مهمان نواز و پسران جوانمرد او خداحافظی کردند. اسحاق سوار شد. سبزقدم و سبزگل از پس او پیاده به راه افتادند. همواری را طی نموده به راه دراز در آمدند. راه به فرازا شستشان را گرداند. زن و شوهر شوخی و بازی کرده با حضور حلاوت بخش خود رنج راه را به اسحاق گرفتار 1001 اندیشه ناخوش سبک می نمودند.
وقت نیم دره را گذشتند و جای بوته و درختان انبوه و رنگارنگ را سبززاران کم درخت و کوپاره های کمگیاه عوض نمودند، اسحاق به نقل سرگذشت خود شروع کرد. جوانان اول سرسری، سپس با شوق تمام قصه های این مرد سال خورده را درباره جنگ های بین همدیگری شاهان شغنان، زندگی پرمشقت خلق، بیرحمی عملداران، وباهای سرتاسری و سالهای قحطی دهشتناک گوش کرده خوشحالیشان را به تدریج از یاد بردند. پدرم آدم هنرمند و سه غیرت بود، گفت اسحاق در پایان بیان تاریخ زندگیش. او هر سال به حصار گفتنی شهر بخارا نمکسنگ و پشم و پوست برده سودا میکرد. بار از سفر تخم پخته آورد. آن وقت در دهه خاروق زمین خریده بود. اول بهار آن تخم را کارید. دهقانان خاروقی مذمتش کردند که در زمین کوهستان پخته نمی روید. او رزقش را با دستان خودش بردنی است. اما گمان آنها باطل برآمد. پخته روید. پدرم برای سبزاندن و حاصل آور شدنش زحمت بسیار کشید. مردم از هر دره مخصوص برای دیدن پخته به خاروق می فرآمدند و به پدرم آفرین می گفتند. سال دیگر پنبه را بیشتر کشت کرد. ما به حلاجی و رسیدن آن دست زدیم. پدرم دستگاهی ساخته به ما از غوزه حاصل کردن روغن را یاد داد. درآمد خوب گرفتیم. از بس که به حاکمان جامه و کتان بافته هدیه می کردیم، آنها سد راهمان نمی شدند. خلاص از حساب پخته ثروتمند و برای شاهان و عملداران آدمان درکاری شدیم. برای همین هم محبت خان ما را آقسخال تعیین کرد. به خدا قسم که از آقسخالیم تا حال بغیر از تشویش و دوادو، مردم آزاری و حقارت کنی و حقارت شنوی دیگر چیزی ندیدم. سخت پشیمانم، به حد پشیمانم. گشت روز همسفران به فراز دامن کوههای شیوه برآمدند. نفس کشی اسحاق یک باره دشوار شد. دلش سیخ زد. احوال او را دیده سبز قدم سر خر را به جانب سبززار لب چشمه گرداند. در تک درخت جامه خود را گسترده اسحاق را به بالای آن خواباند. زنش آب آورده به آقسخال نوشاند. رنگ روی اسحاق چون برف سفید شد. او با اشاره دست جوانان را به خود نزدیکتر خوانده با آواز خسته گفت: فرزندانم، وقت رسید، میمورم. سبزگل از ترس فریاد زده بود که اسحاق آرامش کرد. دختر جان، میدانم که میترسی، برای همین دورتر برو. 5 روز پیش در همین جا چراغ مرا روشن کردید. بازی تقدیر را بینید که در همین جا میمیرم. زن و شوهر به اطراف نگریسته اکنون درک کردند که عیناً در همان موضعند. خیلی خوب. سخنش را با عذاب دوام داد اسحاق. مرا در همین جا گورانید. خفا نگردید. به وطن روید. راست به نزد جهانگیر. افسوس غریب گور شدم. به خلق عذر مرا برسانید. بگویید که مرا ببخشند. من سزاوار مرگم. او 2-3 بار دیگر لب جنباند و جان داد. جوانان از ترس و حیرت چی کار کردن را نمیدانستند. آفتاب غروب میکرد. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. پایان گفتار 26. برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.